چوپر بری سر قبر ما گرفتی. خب بگو راه نرن دیگه. الحمدلله تبریک میگیم ماشاءالله چه وسعتی و چه نوسازی و همه چی عالی، صوت عالی، شیخ هم که خیلی عالی. حالا جو گرفت گفت دست بزن. شما باید دست بزن. تو فکر کنم پول دادن رو مخ ما راه بری. خب بعدم بیا بیرون کارت دارم. یعنی تو اصلا بلند شو برو. تو اصلا تو هیئت نباشی به تو حسن ریوندی رو باید برات بیارن. انتظامات کجایی؟ خب الان اینا کجا دارن مثل قطار اصحاب کهف میان؟ تیپش به مده ها نمغاره. دل دیوانه شد دیوانگی ماله میدارد. مده ها میگن به ما میگن دیوونه، بی خیال این زمونه. گوش کن. الهی او کسی که عمدن ترک کنه انشالله که کف دستش مو در بیاد. گوش کن. جایزه ما جایزه میدیم. شما نفر اول همین که سرالیم جدا یک جایزه حرومت باشه بدیم. تو عمل هیئتی عمل غیبتی تا 11-12 شب هیئت طول میکشه. بعد میگه بچه‌ها بریم قلیون میبی با طعم هلو بریم تو فضا. بری که بر نگردی. عزیز من پر چی مورد دعوت کردن اگه بادکنک آوردین؟ هم یک بادکنک میامد اینجا صحبت میکرد دیگه. روحیه داشته باش عزیز. میره تو خونه خانش میگه مثلا سعید آقا سلام اینجوری میکنه علیک السلام چه خبر کسی زنگ نزد. خب کی به تو میخواد زنگ بزنه؟ لک لک بگو علیک السلام خانومم سلطان قلبم خودم نماز میتو برات بخونم جگر تا از خوشحالی خانومت سکته کنه راحت بشه. نه خودشه خانوم شما نخندین شما بر بخوره بهتون. یک سر ختم نام ختم صلوات ختم یاسین خدا نگهدارتون باشه. ما ایراد نمیگیریم ولی تو خونه اخلاق هم داشته باش. اگر زنی بمیرد شوهرش از او راضی نباشد بوی بهش به مشامش نمیرسد. این صلوات شما رو گذاری اینجوری میکنن. شوهر مثل چی نشسته میگه خانم غذای چایی نیست. مرزی بره بابا چایی بیار. بذار کنار رو صلوات شما رو. شوهر آمده او شوهر. باور کن شوهر گیر نمیایی دور زمونه. تا بری چای بیاری انشالله آقاتون سکته کرده به مرکز توان بخشی. او خانم میره توی راهپیمایی آمریکا فکر نکنی ما زنیم تو دهنت میزنیم تو خودت ویروسی. حاج آقا درست صحبت کنین. آقا جان خانم با شما هستم. چند درصد زنای مذهبی بره شوهرشون میرقصن؟ تو دیگه نگو. شما خودت کن جان ما تو نگو. ازت میترسم تو نگو. ننمون هم حساب میگردی دیگه. میگه 2%.